یک آدم به نام خلیل میپالم از مالاته به اینجا آمده. او را میشناسی؟ بیادر از تو میپرسم. چنار؟ حالا دیگه بریم، ده اینجا نیست. یک دقیقه زهر، ده اینجا کسی بود؟ کی بود؟ کی را تو دیدی؟ یک دقیقه پیش همینجا بود اما دفعتاً گم شد. باندگه چنار، میبینی که ده اینجا هیچ کسی او را نمیشناسه. میگم بیا که بریم سرک پایینم ببینیم. درست است. حالا دیگه چنار ده اینجا نیست. نمرده. چنار خانم هنوزم زنده است. مرا فریب دادن. در این مدت مرا فریب دادن. بفرمایین. اپک خانم گفته بودن که شما میایین، اونا در جلسه هستن. من امرویتان میکنم. شما چی میکنین آقا؟ چرا شما به جا توقف کردین ها؟ معذرت میخوایم. آره یادم آمد که کجا دیده بودم. میبخشین؟ نفهمیدم. تا وقتی که خانم از جلسه بیرون میشه من کمکتان میکنم. قسم است ها؟ بله. شما کدام مشکل دارین؟ اسمتان؟ عمر. دخلاستان؟ یولماس. شما چند سال هستین؟ 26. چقدر وقت از عروسیتان مگذره؟ کدام چیز جالب گفتم؟ چیز به یادم آمد از خاطر خنده کردم. درباره شما نبود. خانمتان چی است؟ من خانم ندارم. هدف میاد کنو طلاق نگرفتین آقا مر؟ بله، هیچ وقت طلاق نگرفتیم. لطفا سوال مرا جواب بتین آقا. ماما میکارم میکنم. آقا مر خواهش میکنم ببینین فعلا من دوستی دوایتان آماده میکنم. اسم خانمتان چی است؟ گفتم که من خانم ندارم. چطور مجرد آقا؟ یعنی هنوزم مجرد هستم. چطور یعنی؟ شما به خاطر باز کردن دوای طلاق به اینجا آمدین؟ نه خیر. اگر عروسی شدم می بودم چرا طلاق می گرفتم؟ عروسی فقط بر یک فصل نمی باشه، با تمام عمر می باشه. پس باید از اول برای می گفتین. چرا قدر وقت ما گرفتین؟ شما دلیل آمدن من نپرسیدین. درست است. خب آنم می پرسم به خاطر چین آمدین آقا عمر؟ همین که زمان دادگاه معلوم شد باز براتان اول میتونم آقا احمد. باز می بینیم. خداحافظ. عمر خوش آمدی. خوش باشی. ما میخواستم برات زنگ بزنم. یک دوای جدید آمده، با کمکت ضرورت دارم. میبخشین که جوابتون رو ندادم. من عمر یولماز هستم، شریک خانم پک. آی اسما، چرا از اول نپرسیدی که به خاطر چی آمده؟ انشالله که غلط درک نکده. پشتش نگرد. او باید از اول میگفت که به خاطر چی آمده. سحر به خود بیا. او زن مرد. در ضمن اینجا چی کار داره؟ هر حکمه که میشه باید او زن از اینجا بیرون کنیم.
خانم کاکایم چطور بدون کدام دلیل ای گپا بگویم؟ یعنی امکان داره؟ نه خیر، او مرد. من نمیخورم، من مادرم میخوایم. سهر جان حالا دیگه جانم بخور. نمیخورم، من مادرم میخوایم. من مادرم میخوایم. در جای خود بیشی. نه خیر نمیشینم، من مادرم میخوایم. گفتم بیشی. من مادرم میخوایم. مادرت دیگه نیست، مادرت مرد. بعد از این دیگه نمیخوایم. هیچ کس نام او زنه در این خانه پیش من بگیره. فهمیدی؟ گپ من فهمیدی؟ مادرم مرد. گریه نکن بیبی، من همراهت هستم. مادر کلانت همراهت هست. تا وقتی که من زنده هستم شما را تنها نمیمونم. به خود بیا سهر. او زن پدر ما را از بین برد. خودشم حال مرده. نه خیر، باید مطمئن شوم. اگر نی دیوانه خود شدم. بله، شماره تلفن زندان مولاتیا میخوایم. یک دقیقه نوشته میکنم. بله، تشکر میکنم. روز خوش. یگانه راهی که دارم همین است. میخواستم درباره یک زندانی معلومات بگیرم. نامش چنار پویراز است. متاسف هستم اما نمیتونیم درباره کسی معلومات بدیم. فقط بگوین که زندانی است یا نه. اوه خدای من تو همراهیم کمک کن. حالا چی کنم؟ چی شده دخترم؟ بسیار خسته شدیم. سامان بازی هم نگرفتیم. تا اینجا هیچ ساعتم دیر نمیشه. برات سامان بازی میخرم، تشویش نکن. تو هیچ همراهیم قصه نمی کنی. همیشه مصروف هستی. اوه من قربانت شوم. یعنی بالای مادر خود قهر شدی؟ ها؟ هم بالای تو هم بالای پدرم. او به بردن ما نامد. کسی بالای والدین خود قهر میشه؟ طرف ما بیبی. تو جانم هستی دخترم. یک تارو مویته به دنیا نمیتم. اما من زیاد خسته شدیم. بیبی به دخترم چی میگم؟ از همو ککوایی که خوش داشتی رفته برات بخرم دختر مقبولم. بعدش هم مادر دختر به تفریق میریم جانم. درست؟ فلک سوار میشی؟ بله البته جانم. بیا.
بیادر نترس، ما هستم. ندیم تو مرا ترساندی. خیر باشه، چرا از پشتم آمدی؟ اونا چرا تو را میپالن؟ یک مسئله گذشته است. او را خودم هم میفهمم بیادر جان. موضوع چی است؟ نه که کدام دشمنی دارن؟ گفتم که موضوع گذشته است. فراموش شد، پشتش نگرد. اگر دوباره آمدن برشان چیز نگویی. درست است بیادر، هر قسمه که خواسته باشی. ندیم بیادر، به محمودشان دو چای بیار، یکیش تیره باشه. درست است، آمدم. جاسر استاد براتون زنگ زدن؟ خب چی گفتن؟ تو رو انتخاب کردن بچه. آلیس استاد، قربان چاو استاد آلیس. هنوز چیز معلوم نیست. دیگه باید چی معلوم باشه؟ گفتن که انتخاب شده. اینقدر زود خوش نشو، تا که اوراقی کار امضا نکنی نمیشه. امضا میکنم استاد، انشالله امضا میکنم. انشالله. برو که بچه ها منتظر هستن، اونا را منتظر نمون. بچه شم استاد، بچه شم. اون نفر چی شد زحل؟ فقط که زیر زمین رفته باشه. چرا کسی دربارش چیزی نمیگه؟ یعنی در این منطقه هیچ کسی خلیل نمیشناسه؟ جانم میگم تو را جگر خون نسازم، اما ناقه قدر کوشش میکنی. فراموش کردی که اون نجات نام در مالاتیا برات چی گفت؟ گفت از دو نفر یکی است که نامه را نشته کده. درست از بیازی یکی از اونا مرده. چقدر پالیدیم بی هیچ کس اونا را نمیشناسه. اگر نویسنده اونا من مرده باشه چی؟ خدا نکنه، یک قسم نگو. جانم من به خاطر که جگر خون نشی ای چیزا را میگم، اما باید حقیقت بگویم. فکر کو که خلیل پیدا کردیم. ایرام نمیفهمیم که نامه را او نوشته کرده یا نه. بله فرهاد بگو. بله زحل. بله خودم هستم، بفرمایین. چنار امرک هست؟ بله هست. حالا به یادم آمد، معذرت میخوایم. نفرها زنگ زده بودن، خلیل پیدا کردن. راست میگین. چشمایتان روشن، مبارک باشه. اما فعلا ما وقت ندارم، در وقت مناسب میاییم باز میبینیم. شما عوض ما هر چیزی که لازم است انجام بدید. تو چی میگی زن؟ فعلا وقت ندارم، متاسف هستم، میبخشید. درست است، فهمیدم. من میرم امروی خلیل گپ بزنم، بعداً گپ میزنیم. آی جانم معذرت میخوایم. یک قارب دور ما بود، خانه عروسش بچه شده، از او خاطر زنگ زده بود. خداوند عمر طولانی نصیبش کنه. حالا دیگه پیش از اینکه ناوقت شوه باید بریم، تو را به هتل میرسانم. آی چنار، میفهمی گفتن نمیتونم به خانه بیا. کاش که چیز از دستم میامد، اما شنیدی که ترگوت چی گفت. مام زیاد اصرار کردن نمیتونم. وقتی که ترگوت قهر باشه لیازه هیچ کس نمیکنه. خلیل پیدا میکنم، حتی اگر در زیر زمینام بره پیداش میکنم. من میگم که زیاد امیدوار نباش. خدا میفهمه که حالا در کجا است. البته اگر زنده باشه.
اشتباه کردیم صفیه، بسیار یک اشتباهی بزرگ. نباید گپ تو را گوش میکردم. باید رفته از همو اول کل چیزا میگفتم برش. با خاطر که بچه ما نموره رفتیم یک زن معصومه از اولادش جدا ساخته در قبر گور کردیمش. خداوند نه تو را و نه مرا میبخشه صفیه. بسیار گناه بزرگ کردیم. میخواستم برات بگویم صفیه، قسم میخورم جانم. باید رفته کل چیزا میگفتم، باید او زن نجات میدادیم، اما برم گفت که مرد. حال او زن زنده است، اما 20 سال از جزای کار نکرده او زن میکشه. خدایا لطفا نفس مرا بگی و من از عذاب نجات بده. مادر جان چرا ایست نکش میدی؟ حالا دیگه دخترم برو کمه او طرف بازی کن. نمیفهمم چرا این مفکوره در ذهنم میاد. به خود بیا سحر، او زن پدرم از بین برد، خودشم چند سال پیش مرده. مادر کلانم راست میگه، اما با اونا مادری نداریم. دستم نگه او زن زنده می بود باز کاکای مورد خانه نمیمان. طرف قاتل بیا در خود دیده خود تانست. بس هست دیگه گپای ناق نزن سحر، دیگه تا باریش فکر نکن. توبه همیالی انداختم. نه که اینا با کامپیوتر مصروف نیستن. بسیار مقبول آمده، بسیار. دمت تو چی میکنی؟ این حرکات جالبه حیران کننده دیگه چی منو میته دخترها؟ آدم واری بشی کلگی طرف تو سیل میکنن. کی سیل داره؟ اونا بهتر است که متوجه کار خود باشن. تو بازم عکس پست کردی ها؟ نه خیر. تلفنت بته؟ گفتم که چیزی نیست. گفتم بته دمت جان بته. حالا یکی است ها؟ چی گفتم روی توی قسم گپ میزنم. دزدم توی دست کجا میشناسی ها؟ میشه کمی آرام باشی؟ وقتی قسم سلام قال مقال میکنی باز فراموش میکنم کی هستن. دمت همیالا برام بگو که توی آدم از کجا میشناسی. زود باش حالا. چتن فقط دوستم است. چه قسم دوست؟ زیاد گپای صمیمی زده. ببین دختر ببین، حتی چشمکم کرده ببین. باور کو از این کارا زیاد خسته شدیم. ببین عزیزم معلوم میشه این چیزا رو نمیفهمی. باید برای تشریح کنم. ببین جانم در این سایت اینترنتی هر کس میتونه که عکس خود بانه کامنت مانده میتونه. فهمونده تونستمت؟ یعنی به خاطر کامنت کس لعنت نمیکنه. ملتت میکنم دختر جان، هیچ کس مانیم شده نمیتونه. درست است چتن دیگه هیچ عکس نمیمانم. دازم تو چرا قدر عصبانی هستی جانم؟ نه که کدام چیزی شده؟ امروز قرار بود تو به انتخابات بیایی. ما چقدر منتظرت بودم. راستش میخواستم که بیایم اما امیم اجازه نداد جانم. وضعیت ما را خود میفهمی. حتی هیچ نمیپرسی که چتن جان چی شد، چی کردی، چطور گذشت، انتخاب شدی یا نه.
هیچ چیز نپرسیدی. فکر کنم ما برات هیچ مهم نیستم ها؟ تو بسیار بد هستی چتن. چطور نمیفهمم؟ از وقت که آمدی یک سر گپ زدم میری، حتی برام فرصت هم ندادی. راستی چطور گذشت؟ عضو تیم انتخاب شدی؟ بسیار خوب گذشت اما تا فعلا معلوم نیست. راست میگی جانم. انشالله که میشی. لطفاً که جگرخون نباش. بیبی باز ما هم جگرخون میشم. درست است. باید همیالا برام قدرت از دانشگاه بگیرم. تو میایی؟ در موتر آمدی؟ بله، موتر قدرت پیشم است. بسیار مقبول است. پس بریم دیگه. تو رو به خانه میرسانم. بله، بسیار خوب میشه. روز شما بخیر. بفرمایین. میخواستم آقا عمر ببینم. ماکلشان هستی؟ نه خیر نیستم. مرا هدیه خواهر پیش شما روان کرده. کارتش برم داد، گفت پیشش برو تو را خواهد دید. آقا عمر این خانم میخواد شما را ببینم. خوش آمدین. خوش باشین. مرا هدیه خواهر روان کرده. نامم بهار است. بله میفهمم. هدیه خانم از آمدنتون برام گفته بود. شما بفرمایید داخل. ما میایم. اپیک خانم اسما شما بیاین. لطفاً بشینین. هدیه خواهر گفت که شما میایین اما ایره برام نگفت که از خاطر چی میایین. ما میخوایم طلاق بگیرم. یعنی مطمئن هستین که میخواین طلاق بگیرین؟ اگه قسم از باز اوراق طلاق خانه پوری کده امضا کنین. بهار خانم شما خوب هستین؟ اسما میشه که ما بتی؟ بفرمایید. بسیار جز معذرت میخوایم. مرا ببخشین. استغفرالله خواهش میکنم. شما راحت شوین، ما عجله نداریم، بعداً گپ میزنیم. چنار جان کوشش کو هر چیز خوب ببینی. خلیل پیدا نکدی اما بیبی اولادای خود دیده تانستی هم شکر است. بیبی همشان خوب هستن، خوش و خوشحال زندگی میکنن. سهر چطور؟ خدا بفهمه که شوهرش از چی وقت او رو آزار و اذیت میکنه. زهر بیبی تحمل نتونسته و فرار کرده. جانم ارجمند فقط یک باری اشتباه کرده. اگه پیش ازی میکرد باز میفهمیدم. چندین سال است که به سهر مادری کردم. نزدیکترین رازدارش هستم. ارجمند بالاخره قلب او را به دست خواهد آورد و دوباره به خانه خود خواهد رفتن. خداوند ازت راضی باشه. اولادم به سرپرست راه نکدی اما قلب مادر است دیگه. اگه یک خار به پایشان بره دردش احساس میکنم. میخوایم شوهرش پیدا کرده حساب کارش به تو. اوش کده باشی چنار. حتی درباره‌اش فکرام نکنی. تو هیچ چیز سهر نمیشی. اگه بازم اشتباه را تکرار کنی باز تو را نخواد شناخته. از همون خاطر است که هیچ کار کردن نمیتونم. یک بار خلیل پیدا کنم باز کل چیز درست میشه. امکان نداره. خلیل هیچ وقت پیدا کردن نمیتونی. یعنی چی که پیدا کردن نمیتونم؟ میخواستم بگویم نه تخلصش میفهمیم و نه نشانیش داریم چنار. جستجو کردیم اما او را هیچ کس نمیشناسد. ازم چند دفعه برات بگویم مطمئن نیستیم که اون نامه را کی نوشته کرده. خلیل نوشته کرده. چونی را قلبم برم میگه. آقا نجات گفته بود اگه صبری نوشته کرده باشه باز حتما در اظهارات خود میگفت. من منصرف نمیشم زهر. تا آخرین نفسم خلیل میپالم.
میفهمم جانم، اما پالیدن کسی در استانبول پالیدن یک موید خمیر است، نه تخلصش میفهمیم نه نشانیشه. از هر کسی که پرسیدیم او را نمیشناسن، یعنی اگر مرده باشه چی؟ به نظر من خوب فایده است. چنار جان دیگه بس است. ما امید خدا هست نمیتم. خداوند بزرگ است. البته که خلیل پیدا میکنم. حالا خواه قسم میگی اما بعداً حق به جانب خود بودم. به هر صورت حالا دیگه تو را به هتل میرسانم. یک کم استراحت کو، فردا باز برات زنگ میزنم. درست است؟ باید به خانه شما برم. چنار اصرار نکو، ای بار ترگوت اجازه نمیته. کتاب چه ما در اتاق فراموش کردیم. اگر کسی او را به خانه باز از کل چیز خبر میشه. حالا بریم. آی چنار، آی من تو را چی بگویم چنارها؟ بریم دیگه بریم. یک طرف کارا میگیرم طرف دیگهش خراب میشه، چی کنم؟ این چه قسم بلاست که سر ما آمده؟ ای که نظام گریه میکنین به ایمان است که شوهرتان دوست دارین، نه که فکر میکنین او را فریب میتین. میشه از اول برام قصه کنین؟ اکل چیز 2 هفته پیش شروع شد. قبل از او بسیار یک خانواده خوشبخت بودیم. یکی دیگه خود زیاد دوست داشتیم. هنوز هم دوست داریم. اما چند هفته قبل یک کسی از منطقه ما پشت مرا گرفت. هر جایی که میرفتم پیش رویم میآمد. چند بار کوشش کردم که امرش گپ بزنم. باز برش گفتم که عروسی شده هستم و خانم کسی هستم، پشت مرا ها کنه، اما نشنید. به قدیرم چیزی گفتن نتونستم. ترسیدم که بالای او آدم کدام بالای خاط آورد. اگه خاطر فکر میکنم میخواستین او را فریب بتین. فقط این نیست. درست پیش فهمیدم که من 2 ماه عمل دارم. میخواستم به قدر غذای خوب آماده کرده او را متعجب بسازم. در جریان آماده کردن غذا بودم که صدای بسته شدن دروازه را شنیدم. فکر کردم که قدیر آمده. وقتی به سالن رفتم او آدم پیش روی ما آمد. حیران ماندم که چرا اونجا آمده. دست پایم میلرزید. باورم نمیشد که چطور داخل خانه شده. همین که کمی دوباره راحت شدم. یک چیز گرفتم طرف او آدم پرتاب کردم. کوشش کردم از خانه بیرونش کنم. گفتم پلیس هم میخوایم، اما او آدم پست و بی حیا هیچ نمیترسید. وکیل صاحب ده همون وقت باز قدیر آمد و گفت که چی جریان داره. باز او آدمم رفت. من زیاد کوشش کردم قدیر بفهمانم، اما با گپم باور نکرد. اون میگه که مرا فریب دادی. حتی برم گفت که میز نان خوریدم با کس دیگه تیار کردیم. میخواستم قدیره به این گپ متعجب بسازم که من حامل هستم، اما با بیرحمی گفت طفل از ما نیست، خدا میدانه کی از کی است. با کسی که سرت باور نمیکنه چرا وقتت ضایع میکنی؟ طلاق بدی جانم. دزم او لیاقت عشق تو را نداره. بیبی جوان هستی، مقبول هستی، فقط که شوهر برات پیدا نمیشه. اما من هنوزم قدیره زیاد دوست دارم. تو گپای مرا گوش کن. پیش از اینکه دیر شود طفل سخت کن. اگر نیباز این دفعه پشیمان میشی. به نظرم خوب بشه که دیگه همراهش رابطه نداشته باشی. به نظر من به خاطر انسان لوده نباید زندگیت تباه بسازی. اولتر از همه کوشش کن خدا بیگناه به اثبات برسونی جانم. زود تسلیم نشو. وقتی اصلاح نشد باز ازش طلاق بگی. اما هر اتفاقی که مفته نباید طفلت سقط کنی.
اما با تنهایی اینه چه قسم کلان کنم؟ میفهمم وقتی پدرش نباشه مشکل است، اما بهار جان حق نداری جانی را بگیری که امانت خداوند است. اگه طلاقم بگیری بازم باید خود اصلاح بسازی تا داینده یک مادر خوب باشی. مام نظرش تایید میکنم. ببینین نباید قدر زود تصمیم بگیری. خب اول کوشش کو تا همسرت بفهمه تو بیگناه هستی. تشویش نکو، من همراهت میباشم، هر کار بتونم انجام میتم. اوخو درست است، اما بعد از باور نکردن به ما قدر چطور میتونه به شما باور کنه؟ بالای ما اعتماد داشته باش، خداوند میفهمه تو بیگناه هستی، ما تنها وسیله میشیم. هیچگاه باورت از دست نده، درست است؟ چنار چطور این قسم اشتباه کده میتونی؟ کتابچه خاطرات تا چرا امرایت میگردن؟ فکر کردم در دست قبل ماندیم فراموشم شده دیگه چی کنم؟ خدا کنه کسی پیدایش نکده باشه. حالا عجله کو خدایا من چی کنم؟ آفرین به تو قدرت، آفرین. سمه؟ چاتن چی گپاست؟ خیرتی است، تو چطور هستی؟ خوب هستم. میپرسیدم امروز قدرت دیدی؟ او امروز نامده و آخرین امتحان خودم از داد. راست میگی؟ به خدا من حالا دیگه باید برم، بچه‌ها منتظرم هستن عزیزم. درست، زنده باشی. آفرین قدرت، آفرین. حالا کاکایم سر ما قهر خواهد شد. من اتاق پاکاری میکردم، باز ایره پیدا کردم. به فکرم از شماست. بله. آیشام امیره میپولید. داخلش سیل نکردم. از اول میخواستم بگویم باز غلط درک نکنی، در نتیجه هر چی که باشه از شماست. من پیش دخترم میرم. با مشکل از جنجال خلاص شدیم، متوجه هستی؟ اگه کم وقت میکردیم با سهر حال کل چیزم میفهمید، باز او وقت چی میکردیم؟ زود باش قدرت، زود باش، جوابت زود باش. از صبح تا حالا زنگ میه، جوابت دیگه بچش. گامش که یک لوده هست دیگه، او قدر مهم نیست. ایره بگو که شام چی میکنیم بچش؟ نمیفهم، شاید در خانه باشه. چی چت یاد میگی؟ باید با هم چکر بزنیم، یک کم تفریح کنیم. کشتی ما را از خنده، در وقت شب کی خانه میره؟ بله بچه. ما درستم پدر.
شما کدام چیزی ضرورت دارین؟ نه خیر بچیم. درست است. حالا میرسم. خدا حافظ. درست است. ای چنار من از کجا میشناسه؟ از مالاتیا تا اینجا چطور پیدایم کده؟ نامه به فکرم نامم به دستش رسیده. او خود درست است، اما امرای زحل چی کار داره؟ او زنه که میخواهد دان من بسته کنه. چرا میخواهی به چنار کمک کنه؟ اگه او مرا حقیقت بفهمه باز مرا هیچگاه نخواد ببخشه. وقت بفهمه ای اشتباره به خاطر نجات دادن زندگیش انجام دادیم، باز بیشتر عصبانی خواد شد. نمیتونم زندگی بچه مبادستای خود تباه کنم. بسیار به سختی ایره از دست سحر گرفتیم. اگه متنشم میخوان چی؟ بیبی جانم، پیش از این که دگام مشکل پیش بیایه باید به هتل بری. فردا برات زنگ میزنم، باز میگم که چی کنیم. از اولادم هیچ سیر نمیشم. کاش میشد با اونا یک چند وقت دگام میبودم، اما دیگه چاره ندارم. میرم. شام بخیر خانما. شام بخیر بچیم. قدرت آمده؟ نه خیر خانم کاکا، چند ساعت میشه برش زنگ میزنم اما جواب نمیده. با دانشگاهم رفتم اونجام نبود. اوه خدای من، خدا کنه که ترگوت امروز وقت تر بیایم. بله ترگوت جان. نفرای ما به جای خلیل کس دیگه را گرفته بودن، یعنی که هنوزم موفق نشدیم. خلیل هنوزم لادرک است. خب حالا چی خواد کردیم؟ تو باید چنار دیگه مصروف بسازی، نباید خلیل قبل از ما پیدا کنه. درست است خودم حلش میکنم. راستی از قدرت خبر داری؟ جانم کجا باشه، حتما در پنتون است. میگفت درس گروپی داریم، گفته بود که نه وقت میه، شاید حال درا باشه. تو همو تو فکر کن، بچه تو رو هر روز فریب میته خانم. چی گپ شده؟ خب معلوم نمیشی. آها نه خیر زیاد مهمم نیست. خوب است، پس من دیگه میرم. به ازو حال بلدم شدم. فردا به تنهایی میتونم به بازار برم. از این بیشتر نمیخوایم مزاحمت شوم. خواهش میکنم چنار. یعنی چی که مزاحم نشی؟ استغفرالله. من برای زایت خودم رایت کمک میکنم. دزن بسیار دیر شد، نمیخوایم دی وقتشم روانت کنم. فردا یک جا خاط رفتیم. تو مطمئن هستی؟ یعنی پیشتر دیگه چیز میگفتی؟ باز ترگوت قهر نشه. جانم من فکر کردم که این حقت است تا با اولادات یک شب دگام باشی. دلم برات میسوزه، در کده میتونی؟ در ضمن برات یک وعده داده بودم، تا وقتی که بیگناهیت به اثبات میرسم من امرایت میباشم، امرایت کمک میکنم. تنها تو هستی که به بیگناهی ما باور داری. خدا حضرت راضی باشه. خاله جانان از سوپه که دوست دارم آماده کردم مادر. سوپ گفته بودم که سوپ پخته کنه. خواستم غذا بدل درو باشه. زنده باشی خانم کاکا. خواهش میکنم دخترم. درو جان شادخت ماست. باید همه چیز بدلش باشه. اسما دخترم کجاست؟ کارش کم تال میخوره، نه وقت میه. با کاکایم زنگ بزنم، شاید درا باشن. من امروز گپ زدم، به نان آمدن نمیتونه. گفتن منتظر نباشین. جانان نان توزیع کو دخترم. اگه با گپایم گوش بدین میفهمین که من دروغ نمیگم. برام جواب نده قدرت. شما همیشه سر مغال میکنین پدر. همیشه با من دروغ میگی و مرا فریب میتی. هیچ گپای من نمیشنوین پدر، نمیشنوین. شما اصلا چی میخواین؟ آخر تو چه وقت از این کارهای دست میورداری؟
چه وقت آدم میشی؟ وقتی که همراهی قسم گپ نزنین، وقتی که همراهی مثل اطفال رویه نکنین. آرام باش، همراهی پدرت چه قسم گپ میزنی؟ بس است دیگه مادر، بس است. هر کاری کنم از من راضی نمیباشه. ترگوت جان قربانت شم، آرام باش. چی کردی که این بچه اینقدر عصبانی است؟ از خودش بپرس. امروز کجا بوده؟ در کجا باشه جانم؟ من خو برات گفتم که در پنتون است. تو همونطور فکر کن. من خو ایره از سرک آوردم، با درسام نرفتم. بچه همراه دوستای لودش الاگشتی میکرد. من خو براتون گفتم همین که از درس خلاص شدم همراه دوستایم بیرون برآمدم. چرا درکم نمیکنی؟ قدرت، هر کس لودا فکر نکن، اگه نباز پشیمان میشی. ما با چاتینم گفته بودم، چاتین خودت برشان بگو. ما برات خبر ندادم که همراه دوستای بیرون میرم. راستش وقتی من دانشگاه رفتم تو اونجا نبودی، برات زنگ زدم، زنگای مام جواب ندادی. چاتین مثل خودت احمق فکر کردی؟ ایره کدام دفعه دیدی که دروغ گفته باشه؟ بس است دیگه پدر. بیاد چاتین به نظر شما خوب است نیمه. من اولاد اصلی شما نیستم. بچیم حالا دیگه با الهیم که مادر، الهیم که بس است. من این جای نمیرم. تو در مقابل من استاد میشی؟ سر گپ ما گپ میزنی؟ بی در پیش روی استاد هستم. کدام اعتراض داری عزیز؟ نمیترسم گپ فهمیدی؟ نمیترسم. قدرت تو چی میکنی؟ بس است دیگه مادر، خسته شده. بس است از چه زدن هایتون، از اینکه من مثل طفل فکر میکنین. خسته شده از داشتن شما و پدر. میشرمو. کاش ما هیچ پدر نمیداشتم. از این حالت که مثل عنایتی میبودم پدر. ترگوت تو چی کردی؟ با ما بیبی با بار آخر هشدار میتم، یا آدم میشی یا کل چیز از دستت میگیرم، حتی موترت هم ازت میگیرم. او وقت هیچ چیز نمیداشته باشی. حالا از اینجا گم شو، نمیخوایم تو را ببینم. گفتم به اتاقت برو. حالا بچیم، حالا به اتاقت برو. لطفاً گریه نکنین، من بسیار چیکار خون میشم. مادرم همیشه گریه میکنه، باز مام گریه میکنه. درست است، گریه نمیکنم، خلاص شد. تو هم دیگه گریه نکنی. وقت طفلا گریه میکنن باز مادر پدرشان بسیار جگرخون میشن. شما طفل دارید؟ یعنی حالا اونا در کجا هستن؟ چرا همراهتان نیستن؟ من خواهش مادرم جدا شدن نمیتونم. باز چرا طفلا شما پیشتان نیستن؟ مثل تو یک دختر داشتم، یعنی 10 سابقه. پس حال کلان شده؟ حال دختردان مثل که کلانو مقبول شده؟ مثل مادرت. پس بسیار خوب است، اما مادرم از سحر از نام دختر شما چی است؟ بیا که با هم یک کمی بازی کنیم. باز اما بازی را انجام بدیم؟ نه خیر، این دیگه است. زنده بیا. ناز نازانه دستکات مثل بازیچه. چی میخوایی؟ قدرت آرام باش. اگه آرام نباشم چی خود کردی ها؟ ببین تو بسیار قهرستی، اما نمیتونم با کاکایم دروغ بگویم. نگو لعنتی، نگو. پیش پدرم چاپلوسی کو و این کارهای دیدم بابته. قدرت متوجه گپایت باش. اگه نباشم چی خود کردی؟ تو هم سرم دست بالا میکنی اما تو نیست ها؟ قدرت لطفاً این کارهای احمقانه را نکن. تو زندگیت تباه میسازی. کلان بچه‌سی متوجه این دید باش. تو چقدر لودستی چطور؟ چرا درکم نمیکنی؟ به خاطر تو پدر مرا باسیلی زد. باز تو اینجا آمدی برای من لکچر میدی؟ گپای احمقانه نزن قدرت. کسی که سر دست بالا که تو پدرت هست. اگه با این کارایت ادامه بدی باز یک روز پشیمان میشی. باید پدرت احترام کنی، فهمیدی؟ پس این قسمت بگو. این گپ تو میگی؟ عقلت از دست دادی احمق. تو دیوانه شدی. تو از خوردن مشت خوشت آمد ها؟ لعنتی.
او پدرت است، دوست قهوه خانیت نیست. باید او را احترام کنی. احترام فهمیدی یا نه؟ کاش که پدرم زنده می بود، همی که من اشتباه میکردم باز باسری در روی میزد. نازدانگی دیگه بس از متوجه این دید باش. قدرت اهمیت این زندگی را باید بفهمی. یک بار طرف ما ببین، طرف ما. من نه پدر دارم نه مادر، چرا نمیفهمی؟ اما یک بارم شکایت نکردیم، یک بار. اقا گپای احساساتی نزن لوده. قصای لیلی مجنون تبسکو. تو با من درس نده که چی قسم باشم. شاید از تو کنه همه چیز بهتر بفهمم. لطفاً کمی ادب یاد بگی، کمی ادب. باید با زندگی مجادله کنی. لطفاً این کارای طفلانه سر کس دیگه ننداز. مثل مرد باش، مثل مرد. احمق. تو یک بار اینجا بیا. حال ما برات نشان میتو. تو چی میکنی؟ حال ما برات نشان میتو. قدرت تو چی میکنی؟ تو در اینجا منتظر ما باش، درست است؟ ما زود پس میایم. میکشم. احمق. تو دیوانه شدی، دیوانه. تو کاملا عقلت از دست دادی. به خود بیا، لطفاً به خود بیا. از بین میبرمت احمق، از بین میبرمت. بس را الایم کو. بچم چی میکنی؟ قربانت شما قسم نکن لطفاً. آرام باش بچم، لطفاً. چه فکر کردی؟ من تو را از بین خود بردم لوده. شما دو نفر چی میکنین؟ شما بیدارای هم دیگه هستین. یعنی شما بچه های کاکا میشین، از یک خونه هستین، یعنی که بیادر هستین، هر روز با هم دیگه جنگ میکنین. این کارتون هیچ خوب نیست. بچیم تو خوب هستی؟ باش یک بار ببینم. دست نزن مادر، لطفاً مرا تنها بان. از اینجا برو، لطفاً مرا راحت بان. دخترم یا هنگه کی یادت داده؟ خاله آیشه برم یاد داد. شما میفهمین اونام یک دختر داشتن، حالی هم کلان شده و مثل شما شده و هم رای دختر خودی یا هنگه میخوانده. نازدانه دستکاش مثل بازیچه. نازدانه دستکایت مثل بازیچه. من کامیاب شدم. بله تو کامیاب شدی. آفرین به دختر من. پس برات یک تحفه میدم. بگی دخترم. تشکر مادر جان. دختر مقبولم. بله خودشه.
خانم مادرم قاتل پدرم است. چنار تو چی میکردی؟ ای بار چندمت است که اشتباه میکنی. همیشه یک گپ میزنی. من در کوششی هستم که اولادم دیگه خدا نشناسن، اما تو در مقابلشان استاد شده برشان حقیقت میگی. معذرت میخوایم. باور کن ناخواسته گفتم. همه تو از ذهنم برآمد. چنار، با فکر من درد خدا برات گفتن نتانستم. ترگو تا امروز حتی یک بارم بالای قدرت دست بالا نکده بود، چون قر نمیشد، چون خون سرد می بود. اما از وقتی که تو آمدی فکرش قسم خراب است که چی وقت عصبانی میشه چی وقت گیره میزنه معلوم نیست. بالاخره دیدی که سر قدرت دست بالا کرد. قدرت بچه ما میشه زهل. اصیلی برای قدرت نه، برای من زده شده. او لحظه قلبم توته شد. قلبم هم اما قسم شد، اما حالا شد دیگه. پدر بچه از خاطر تو او قسم شدن. اگه میگی تصمیم خدا گرفتیم، آخرش هر قسمه که میشه پس بان که شوه میریم کل چیزا همیاله برشان میگیم. بلی از خدا همیاله هر دوی ما میریم از این جنجال خدا بیغم میکنیم. حالا برو دیگه، برو برشان بگو من مادر شما هستم. حالا بخیست دیگه. من برات بارها گفتم چنار، اولادای تو را قاتل پدرشان فکر میکنن. اگه پیش روشان رفته کل چیز برشان بگویی چی میشه؟ بگه پایت باور خواد کردن. باور نمیکنن زهر، باور نخواد کردن. پس از اینجا برو چنار. اگه خوبی و خیر اولادایت میخوایی پس زودتر از اینجا برو. بیازو به اندازه کافی دی سالا درد کشیدن. بازال تو آمده خوشی های اونا را به غم و بدل نساز. تصمیم با توس. یا خوشی اولادایت از بین میبری یا با خوبی و خوشی از اینجا میری. به نظر من رفتنت از اینجا بهتر است. خوب فکرت کو، بعدا نظرت به ما بگو. زندانی بودن مرا جگرخون نمیکنن، بلکه نبودن شما مرا رنج میده. نبود شما قلب من میسوزانه. از اینجا نمیترسم، اما میترسم که لبخند شما را فراموش کنم. دیگه نمیتونم از اولادم دور باشم. نمیتونم.
بودن یک روز کلشان با هم به شکار رفتند. بزرگترینشان یک پرنده را شکار کرده آورد. باز ایام پاکش کرده و ایام پختش کرد و ایام نوش جانش کرد و این خاطرک گفت که کلشان شما خورده، پس ما حاله شما را میخورم. میگن او قصر بسیار از باغچه زیبا داشت. از باغچه خانه ممکن زیباتر. پرنده بود که داخلش زندگی میکرد. کسی که از شهرتش خبر شده بود از چار گوش دنیا به خاطر دیدنش می آمدن. بله، او تو هستی، کنار پویراز، قاتل پدرم. چوب باش، هرگز مرا دخترم نگویی. سهر جان تو نگو، گپ ما گوش کو. ما دشمن تو نیستم. تو دشمنم هستی، تو قاتل پدرم هستی. حقیقت نداره، ما کدام کاری نکردیم. نزدیک من نیا. با کدام روی اینجا آمدی ها؟ با کدام روی پیش ما آمدی؟ همیال از اینجا گم شو و بار دگام پیش ما نیایی. ما مثل تو کدام مادر نداری. مادر ما زمانه که پدر ما گرفت مرد. گشنه نخواب بچیم. هیچ اشتیا ندارم مادر. زد نکو یک دانیم. پدرت سرت عصبانی نبود، کمه درکش کو. پدرت به اندازه ای دنیا جنجال داره. ده ضمن تنها ما خو نیستیم. اسما، سحر، چتن، بیبی ازوده همه این نفرا باید برای. ایره ما گفتیم که زوده کلشان برای مادر. بچیم کم آرام باش مشنون. بارشان که بشنون به ما چی؟ بس از دیگه مادر، فقط که ما بچه ناسکه ای خانه باشم. تو چی گفتم میری قدرت؟ تو چه قسم گپ میزنی؟ چیزی که شنیدن مادر، بچه ناسکه، کسی که بیکار است، حال فهمیدین؟ قدرت بس از دیگه آرام باش. ناق وقت تزایی نساز، نمیخوایم کدام گپت بشنوم. ای صدای سحر است نی؟ نانت میخوری فهمیدی؟ مادرت قربانت شوه. پدرتانم از بین نبردیم. مراسم بسیار زیاد دوست داشتم. کاش خداوند به جای او جان مرا میگرفت. به جای پدرت کاش من میمردم. کاش که کاش به جای پدرم تو میمردی. ده اینجا چی که پس؟ صدایتان تا بیرون میایه. شما چطور اجازه دادن که این زن خانه ما بیایه؟ چطور اجازه دادن که باز پیش ما بیایه؟ نه که نمورده بود؟ در زندان نمورده بود ها؟ یک چیز بگو خانم کاکا، بلیاز خدا برم یک چیز بگو. سحر عذر میکنم برات، کم آرام باش، صدایت بیرون میره. این زن خب بیاز و بیروی است، اما تو چطور این کار نکردی خانم کاکا؟ خدایا
باور نمیتونم. آیا این زن پدر ما رو نکشته بود؟ سحر دخترم کم آرام باش، بلیاز خدا نشه که دیگر را بشنون. حال از اینجا گم شو. گم شو. شما رو نمیخوایم. من به شما نیاز ندارم. سحر نیک عقلت از دست دادی؟ گم شو. اعلان کو خانم کاکا. سحر کم آرام شو، کجا میری؟ من اعلان کو خانم کاکا. این زن از این خانه رنگ خودم گم میکنه. دخترم لطفا به گپایم گوش کن. بیبی هنوزم دخترم میگه من دخترتون نیستم. سحر دخترم آرام باش. خانم کاکا شما چطور این گپ گفتم میتونین؟ من هنوزم آرام باشم. مادرت حق به جانب است. من باور دارم که مادرت بیگناست. نه خیر، نه خیر، من دیوانه خود شدم. ولی از خدا شما میفهمید که چی میگید؟ دخترم یک دفعه گپ ما گوش کو، کم آرام شو. چیره پشت اون خانم کاکا چیره؟ ایکی زن پدر ما چطور کشت ایره میگین؟ یا ای که ما را یتیم مانده رفت او را میگین؟ درست است دخترم، درست است سحر. یعنی میگی در این وقت شب از خانه بیرون کده با کوچه بندازیم؟ ای کار نکو سحر. در این وقت شب کجا بره؟ وقتی که صبح بیدار شدم نمیخوایم تو را در این خانه ببینم. نمیخوای میزنه در دور بر خود ببینم. شما هر کاری که میکنین بکنین، اما من نمیخوایم که ایره پیش خواهر و بیادر خود ببینم. بیادر در اینجا تنها چی میکنی؟ کم خوب نیستم. چی شده؟ نه که باید من تا خواب نشدی؟ نه خیری گپ نیستی. گپ دیگه از کجا شد؟ چی بفهمم دیگه؟ اما گپ به یادم آمد چتن. غلط درک کردی. پس بگو دیگه که چی شده؟ دلیلی موضوع قدرت است. بازم کار خود انجام داده. نمیفهمم یه احمقه چه قسم آدم بسازم. نمیفهمم. قدرت از دیگه یگان لودگی خدا را. یه مشکل همیشگی او است. خودت خو میفهمی. همین کارش حساب من خراب میکنه. خانواده یعنی مواظبت از هم دیگه. اما قدرتی همه را نمیفهمه. هرچی کوشش میکنم که آدم شوه اما نمیشه. باور کو. او فکر میکنه که من دشمنش هستم. بان دیگه پشتش نگرد. هرچی میخواه بکنه. ای چه تو امکان داره اسما؟ کاکایم قهر شد. ما بدون پدر کلان شدیم. میخوایم که قدر پدر خود بفهمه. بس است. چون باش دیگه. یک کلمم نمیخوایم بشنوم. ای خود صدای خواهرم است. خیریت باشه انشالله. اگه سرما باور نداری بازی را بخوان دخترم. کسی میفهمه که من بیگناستم و این آمه را نشته کرده. بالاخره پیداش میکنم. هنوزم میگه بیگناستم. باور نمیکنم. بگه باید باور نمیکنم. شنیدی؟ سحر قربانت شم، چیغ نزن. از پیشوریم پس شوی. سحر گفتم از پیشوریم پس شوی. به ما ببین. اگه از این خانه نری باز من میرم. بیادر و خواهرم هم گرفتم میرم. اتو نکو دخترم، اتو نکو. من اقدر سال ده حسرت دیدارتان سوختم. ما هم اقدر سالا ازت نفرت کردیم. هر روز هر شب در غم پدر ما سوختیم. با جایی که همراه قاتل پدرم یک جا باشم بهتر است از اینجا رفته و لط و کوب شوهرم تحمل کنم. حداقل دلم خود درد نمیکنه. زخمای لط و کوب از بین میره، اما این زخمی که تو دادی نه، او هیچ وقت از بین نخواد رفت. درست است، احساس شما میرم، اما لطفاً بار دیگه به او خانه نرو.
نمیخوایم بازو تو را لط کنه دخترم. فردا صبح از اینجا میرم. خواهر چی گپ است؟ خواهر شما چرا با هم جنگ میکردین؟ خالایشه شما خوب هستین؟ خواهر چی شده لطفاً بگو. خواهر جوابت چی شده؟ سرکی قدر قهر بودی؟ سرم قهر شد. سر شما قهر شد؟ بله سرم قهر شد. یعنی دواقی غلط در کرد. من همراه خاله عایشت گفتگو میکردم. میگفتم خانه ارجمند تبانش چون طفل داره. با سرم قهر شد غال مغال کرد. این شما چی گفته میرین؟ یعنی او سر سحر دست بالا کرده؟ بار دیگه اونجا نمیری خواهر. خواهر لطفاً بیا که به اتاق خود بریم. اگه بار اضافه هستیم پس ما از اینجا میریم. دخترم تو چی گفته میری؟ من خواستم ناق جگر خونی نکنه چون طفل دار هستن. بیا خواهر. معلوم دار بود که همه قسم میشه. آه چنارا باز بگه پای گوش ندادی. نباید اینجا می آمدی. او گفت به اندازی که شوهرم لطم میکنه با او اندازه بودنت مرا رنج میده. پس چی میگفت چنار؟ من خب برات گفته بودم تو را قاتل پدرشان فکر میکنم. اما من بیگناستم زهر. اینه تو هم میفهمی من بیگناستم. درست از گریه نکو آرام باش. نباید اسما و چتن از دیگه خبر شود. نخیر اوی کار نکده او بیگناست. پدر عمر باز کابوس میدیدین. آب میخواین؟ نه نمیخوایم بچیم. وقت نماز است. من نماز خدا بخوانم. بعدن چای آماده کده با هم یک جا می نوشیم. درست است؟ شما نمازتان بخونین پدر. ما چای دم کده میایم. تو کار خود انجام بده. من خودم چای دم میکنم. کدام کار مشکل نیست. تشویش نکن پدر. تا امروز عید استا مرا یاری کرد. حال اجازه بتین که من خدمتتان کنم. دزم زیاد از این تشویش نداشته باشین. ما دیگه کلان شدیم پدر. انسان چطور به خاطر اولاد خود تشویش نکنه؟ هر قدر کلان شوی به ما عمو عمر چوچگک هستی. من خورد نیستم پدر. بیاز حال صاحب کارم هستم. وقت پدر شوی باز میفهمی. از خداوند میخوایم به توی یک اولاد صالح نصیب کنه بچیم. حالا نوبت خانم کاکایم رسیده که قسم گپاره میزنه. فکر کده خانش تبا نشه. کجا برات خانه مونده؟ درست است. خوب نیست که سر خواهرم فشار بیاریم. بیاز میبینیم که بسیار جگرخون است. خواهر تو زیاده ای باره فکر نکن. پشت گپای خانم کاکایم نگرد. درست است؟ ما خب محتاج اونا نیستیم. قبول دارم که ما نه پدر داریم و نه مادر.
اما خدا را شکر کاکایم از ما راضی است و ما را همراه خود نگاه کرده. مهمان بودنم از خود اندازه داره. چتن راست میگه. اگه ما بارستیم پس ما باید از اینجا بریم. خیرت باشه. فکر کنم از بریتانیا رفتن منصرف شدی. بیادر، فعلا مسئله رفتن ما به بریتانیا را بان. درست است، گپ کلان نکنی. یک گپ کوچک بود خلاص شد دیگه. شما آرام باشید. سحر تو خوب هستی؟ یعنی همه چیز تمام شد؟ از ما شنیدی که چی گفتم؟ زیاد پشت گپ نگردی. خواهر، خب درست است تو امروی خانم کاکایم جنگ کردی، اما حالا ایشا چرا گریه میکنی؟ ما چی بفهمم چطور؟ ده او وقت تو هم احساساتی شد. وقت با خانم کاکایم بس کردم چی خون شد. راست میگی. شب وقت با قدرت دوام میکردم مرا دید. فکر کنم اتفاقا نتونست تحمل کنه. تو چطور فکر کردی برای تنها بانی چتن؟ من رفته یک بار میبینیمش تا ناراحت نشه. نه خیر، تو هیچ جای نمیری. یعنی مداخله نکنین، سر او فشارم نیارین. من خودم رفته میبینم. سرم باور نکرد، حتی اجازه نداد که گپ بزنم. من مادر او هستم زهر. قسمی رویه کرد که دشمنش باشم. چی توقع داشتی چنار؟ من برات چندین بار گفتم اولادای تو را قاتل پدرشان فکر میکنن. تو خدا بجای او قرار بده. با گپش باور میکدی؟ شکر کوکو بس ما او چتن چیز نگفت. یک لحظه بسیار زیاد ترسیدم. اگه اونا خبر میشدن شاید از حرکت بدتر رویه میکدن. من 20 سال ده حسرت دیدن اونا بودم زحل. 20 سال هر شب امید دیدار اونا میخوابیدم و به همون امید بیدار میشدم. جانم، من تو را درک میکنم، اما دیدی دیگه من میفهمیدم که ای قسم میشه برات گفته بودم نه یا خودت هم دیدی هر کاری که کنی اونا تو را نمیبخشن. بسیار مشکل است. اما از اینجا برو چنار. زندگیشان خراب نکو. در قدر وقت بدون داشتن پدر و مادر زندگی کردن، حالا امرایشان بوده زندگیشان تباه میسازی. هرگز از اولادم منصرف نمیشم، حتی اگه با قیمت جانم باشه. چی خود کردی چنار؟ یعنی کاش از دست ما چیزی ساخته باشه اما میبینی که چیزی کردن نمیتونیم. ما باید خلیل پیدا کنم. اگر لازم باشه زیر هر سنگم میپالم. با اولادم ثابت میکنم که ما بیگناه هستم. خدایا تو بزرگ هستی، بجز از تو به کس پناه نمیبرم. خدایا گناهیم بسیار زیاد است، اما خودت بخشاینده و مهربان هستی. خواهش میکنم خدایا برام یک راه نیک نشان بده. الله تو کریمی، تو رحیمی. خداوندا به تو پناه میبرم. خواهر کم صبر داشته باش. اولین کاری که میکنم ای است که یک خانه براتون میگیرم. بعد از او هیچ کس مانع ما شده نمیتونه. نه خانم کاکایم نه ارجمند، هیچ کس بر ما مشکل ایجاد کرده نمیتونه. به هیچ کس احتیاج نخواد بودیم. انشالله
باز خانم کاکای من برای بچه نازدانیش با خوشی اینجا زندگی کنه. تو هم بسیار زیدی هستی. ببین اسما جان چطور گپایت غیر مستقیم میرسونی. ما ای گپایت در فوتبال دریبل میگیم. مثلا این قسم نیست. من گپای ما غیر مستقیم نمیگم. چرا باید غیر مستقیم بگویم؟ خاله چون چرا پشت دروازه ایستاده هستی؟ درو امروی کی گپ میزنی؟ آه قند ماما بیا داخل بیا. یک دانی خالیش امروز چی کارو کردی؟ همراه مادرم پارک رفتیم، بعدن به دکان رفتیم و برام چندونه چاکلیت خرید. آی قندونک خالش چاکلیت میخوره؟ آی چقدر خالیش. آی لیلی جان. خدایا برم صبر بده که این غمه تحمل کنم. با وجودی که اولادم اقدر برم نزدیک هستن اما بازم از پیشم دور هستن. به من یک راه حل نشان بده. لطفاً برم کمک کن خدایا. برام یک راه حل نشان بده که بیگناهی خدا به اولادای ما به دیگرها ثابت کرده بتانم. کسایی که ما و اولادای ما از هم دور ساختن با اونا جزای کارایشان بده. همه چیز به تو می سپارم پروردگارا. خودت حساب کاراشان ازشان بگی. قبل از که جزای قاتل شوهر من ندادی جان من نگی. صدای وجدان کسایی که به من ای کار کردن خاموش نست از پروردگارا. در هر دو دنیا اونا را ملامت بساز خدایا. بیچاره هستم. بجز تو هیچ پناهی ندارم. فقط میتونم دستای ما باز کرده دعا کنم. دعای ما قبول کن خدایا.
هرگز از شما منصرف نمیشم. صبح بخیر یک دونی. صبح بخیر خورترک، صبح بخیر. بیا ماما جانم شب بسیار خور زدی، مثل یک خرس کلان. ما فکر میکنم خور زدن از خودت بود. مادر برام شیر بندازی. مادر بگو دخترم. گفتم برام شیر بندازی. خواهر تو خوب هستی؟ از صبح تا یک کلمم گپ نزدی. خوب هستم. امشب خوابم نبرد، کم خواب هستم. چرا خواهر؟ نه که مام شب خورست میکدم. خوب است که آماده شدی. آل تاکسی میایه. تمام شب خوابیده نتونستم زهر. میفهمم چنار، میفهمم. ما مثل تو. وقتی که به هتل رسیدی خوب استراحت کو خواهر جان. تا وقتی که بیگناهی خود به اولادم ثابت نکنم خواب به من حرامه. چنار ما برات چی بگویم ها؟ ای موبایل بگی. شماره خود ثبت کردیم. اگه چیز شد برام خبر بده. زنده باشی. خداوند ازت راضی باشه. بسیار زیاد تشکر. چنار قبل از اینکه سحر تو را دیده دیوانه شوه به هتل برو، درست است؟ اما طرف ما بیبی مستقیم به هتل میری، درست است؟ جانان جانان صبح بخیر. صبح بخیر. نه که با شفاخانه برین خالایشه؟ اگه خواسته باشین کم صبر کنین، یک جا میریم. نه خیر، به شفاخانه نمیرم. من دیگه میرم. حتما به خانه خود میرین. دیگه این که نمیایین؟ میایم انشالله، اما کمی کار دارم، اونا را باید حل کنم. باز وقت میایم. ناشته صبح خورده باز میرفتین خالایشه. شاید وقت نداره. نباید مزاحم عایشه خانم شوی. بشی دخترم، شیرت خلاص کن. خالایشه دیروز شما را ناراحت ساختیم، به او خاطر معذرت میخوایم. این چه قسم گپ است؟ استغفرالله. بازم از شما معذرت میخوایم، مرا ببخشید. زنده باشی بچه، زنده باشی. ما هم جای خدا خوردیم، با هم یک جای میریم. ما تاکسی خواستیم، در پشت دروازه منتظر است. خدا کنه در این مدت است ما ناراحت نشده باشید. زنده باشی دخترم. عایشه جان، حالا دیگه نه وقت میشه. به خدا می سپارمتان.
شما را به خدا مسپارم. با پالیدن خلیل نری فهمیدی؟ بیبی چنار امرایم وعده کردی او را با هم یک جا پیدا میکنیم. قربانت شم به خود مشکل جور نکو. بیازو تمام فکرم طرف تو است. مستقیم به اوتل برو، درست است؟ جانم خدا جیگر خون نساز. با اوتل رفته خوب استراحت کو. با فکر آرام تصمیم میگیریم که چی کنیم. حالا مستقیم به اوتل برسانینش. اگه به چیز ضرورت داشتی باز برم زنگ بزن. حالا خدافظ. رویه دیشبتان اصلا خوشم نامد. دیگه باز هر کاری نداشته باشی. تشویش نکو، کار نمیکنم اسما جان. فقط که از خود هیچ کار ندارم. آی حالا شناختمت خانم کاکا. میبینیم این تمثیلت تا چی وقت ادامه میدی؟ صبح بخیر بچه. صبح بخیر پدر. بیا بشین چای دم کردیم. باید ما برم پدر جان. باشه که اما گرسنه نرو بچیم. شب خو میایین نه؟ نه خیر بچیم. مرا به او چیزا چی غرض پدر بچیم؟ فقط ما و شما میباشیم، کدام کسی بیگانه نمیباشه. بیبی از کارم 1 سال شد. بیا که در کجا کار میکنم. ما در اونجا چی خواد کردم بچیم؟ تو را نشرمونم. ایچی گپاس پدر جان. شما تا امروز هرگز سر من خم نساختین. بیبی بچیم، من هیچ لباسای خوب با پوشیدن ندارم. پدر من میخوایم شما را در کنار خود ببینم. لطفا دل من نشکنانین. درست است بچیم. شب در ای باره باز گپ میزنیم. خدا حافظ. ایره باز در آب خوب بچیم. زنده باشین. شب در دفتر خو میبینیم اما تو نیست؟ انشالله. حالا دیگه پیش رویت خوبی بچیم. خداحافظ. حالا دیگه بخیر بری. بله استاد. چتن عاجل باید در ورزشگاه بیایی. از ریاست زنگ زده بودن. چی گفتن؟ مرا قبول کردن. برام بگوین لطفا استاد. این گپا در تلفن گفتن همیشه بچه. بیا با هم گپ خود زدیم. درست است، همیاله میایم. قدرت حالا دیگه جلک و زود باش. قدرت حالا زود باش، باید تو را به دانشگاه برسانم. زود باش. امروز هر کاری که کنی وضعیت مرا خراب ساخته نمیتونی، فهمیدی؟ بالاخره چنارا با اوتل روان کردم. ترگوت باید هر چیز زودتر خلیل پیدا کنیم. چنارو را پیدا میکنه، همه جای پالید اتمنو را پیدا میکنه. درسته زحل، کمی آرام باش. او را پیدا کردن نمیتونم. چنار چی تو پیدا خواد کرد؟ درسته زندگیم حق به جانب استی، اما میترسم چی کنم دیگه ترگوت. اگه چنارو را قبل از ما پیدا کنه همه چیز از بین میره جانم. قربانت شم یک کار کو. این موضوع باید هر چیز زودتر بسته شود دیگه. بسیار ناراحت هستم. کدام گپ خواهد شد؟ تشویش نکو. او زن به تنهایی خلیل پیدا کرده نمیتونه. خب دیگه من میرم. بخیر بری عزیزم. با خبرهای خوش برگردی انشالله.
بیگناهی ما به اولادم ثابت کنم. اگر مجبور هستم تمام عمر بدون اونا زندگی کنم، نمیتونم بیشتر از این درد تحمل کنم. از هتل منصرف شدم بیادر، همینجا پایین میشم. درست است خواهر. دورو حالا دیگه جانم ده بالا بازی کن. من همراه خانم کاکایم گپ میزنم. خانم کاکا، ما به تو چی بدی کده بودیم؟ چرا او زنه که قاتل پدر ما بود به خانه ما جای دادی؟ تو در مورد دردایی که به ما داده فکر کردی؟ باز آمده او قاتل را که فکر میکردی مرده یک شخص دیگه معرفی میکنی. نمیفهمم که مقصد تو چیه؟ سحر جان کم آرام باش، من برات همه چیز توضیح میتم. مادرت آمد و برام گفت که من بیگناستم، من باور کردم. اگه دروغ گفته باشه خداوند جزایش بده. من چیزی گفته نمیتونم. من نخواستم که اینجا باشه. او خودش اصرار کرد. به خاطر که شما را یک بار ببینه پیش من عذر کرد. مام یک مادر هستم دیگه، دخترم تحمل کردن نتونستم، مجبور شدم. اگه نه من شما را جگر خون میسازم. مرا خود میشناسی دخترم. بیبی دقیقش نشو. بعد از یک سل عمله که نشان دادی دیگه جرأت آمدن به این خانه را نمیکنه. اگه بیگناه می بود باز زندانی نمیشد. باز اگه فکر میکردی که او بیگناه است، پس چرا در قدر سالا با ما گفتین که او مرده؟ از خاطر مادر کلانت. تو نمیفهمی وقت آسیا مادر چیز بگویه حتی آبهای روان استاد میشه. گفت اگه فکر کنن قاتل پدرشان مرده بهتر خود بود. باز ما مستر سو دهن خدا باز کردن نتونستم. او زنده است. متاسفانه نمرده. نوش جانتان. سلام علیکم. علیکم سلام بیادر. ندیم در مورد ما کسی نپرسید؟ نه خیر بیادر، تشویش نکو، متوجه هستم. اگه کسی پرسید میگم که نمیشناسم. زنده باشی. کدام سرک گفته بودین خانم بهار؟ ها درست است، همی که در سرک داخل شدین دست چپ. صبح بخیر. صبح بخیر. شهرت و کس را که شما میخواستین تعقیب کنین پیدا کردین؟ تایفون در کجا پیداش کرده میتونیم؟ درست است، ما یک بار گپ زده براتون خبر میتونم. بیرون میری؟ بله، راستش اگه تو هم بیایی خوب میشه. با ما کمک خود کردی. بسیار میخواستم اما چند دقیقه بعد به محکمه میرم. بیا تو به خاطر امشب باید آمادگی بگیرم عمر جان. خودت خود میفهمی جانم. درست است، پس اسما رو میبرم. با او هم کم تجربه خود شد. تو با او ربان با جایی که کمک کنه برات مشکل چرا خواهد کرد؟ نه خیر بیایه. شاید ضرورت شب امرای خانم هم صحبت کنیم. یک خانم امرای خانم بهتر صحبت کرده میتونه. هرچی که تو بگی. راستی عمر زیاد ناوقت نکنی. امشب باید مهمانا را هر دوی ما پذیرایی کنیم. تشویش نکو، ناوقت نمیکنم. خانم اسما آماده شو، باید بریم. کجا باید بریم؟ در آبرت میگم. درست است. میبخشین خلیل یولماس شما هستین؟ بله. یک پارسال براتون آمده آقا.
روز بخیر. ای بار حتما خلیل پیدا میکنم. اگه لازم باشه کل جایم میپالم تا پیداش کنم. پدر جانم، ما اگه امروز به این موقف رسیدیم، اگه یک وکیل بسیار موفق شدیم، به خاطر شما بوده. تا امروز هرگز سر من خم نساختین. با عزت و بابرو مرا بزرگ ساختین. خدا را شکر که من بچه شما و یک شخص هستم. ها بچه، تو میفهمی ما چی یک گناه بزرگ کردیم؟ من کسی نیستم که تو قسم بالاش افتخار میکنی. بیادر میبخشی؟ بیادر، ما یک نفر میپالم. شما مشناسین؟ نامش خلیل است. ایده مقابل زحمات شما بسیار ناچیز است، اما امیدوار هستم از طایفم خوشتان بیاید. در روز خوشیم میخوایم در کنارم باشین و با یک بارم که شده بالایم افتخار کنین. لطفاً مرا تنها نمانین. خلیل بیادری خانم تو را کار داره. یک نفر به خانمی که دوستش داره چطور اعتماد نمیکنه؟ به جایی که برف خانمش باور کنه به گپای مردم باور کنه، خانم خود از خانه میکشه. تمام مردا بیاد همین قسم هستن دیگه. قبل از اینکه به یک موضوع فکر کنن همه چیز از بین میبرن. افسوس به اونا. یک طرف قضاوت نکو. تمام مردا یک قسم نیستن. دستم اگه از یک دید دیگه ببینیم و آدم حق به جنب است. چطور یعنی آقا؟ نه که شما به گپای خانم بهار باور ندارین؟ نه خیر، من باور دارم، اما این قضیه باید از بودای مختلف بررسی شود. کم فکر کو. یک مدت زیاده میشه که یک نفر در دنبال خانمش است. درست است شاید خانم بهار امروی هیچ داد و گرفت نداره، اما خدا میفهمه مردم منطقه به شوهرش چی چیزا گفتن. بر علاوه وقتی او آدم ده هنگام خارج شدن از خانش دید، حتما به خانم شک کرده. شکم هم قسم است. وقتی دو دل انسان بفته باز. خود تا جای شما حق به جانب هستین، اما به نظر من شوهر او کاملا اشتباه میکنه. باید اعتماد داشته باشه. صبر کو. همراه قدیر تایفون صحبت کنم، باز وقت همه چیز بر ما واضح خود شد. شما خلیل هستید؟ خلیل خود نمی آدم است. آقا خلیل؟ ضرور نیست که این موضوع را کلان کنیم. فهمیدین؟ استاد چطن؟ خوش آمدی. ما منتظر تو بودم. استاد همی که زنگ زدین خود زود اینجا رساندم. چی گفتن؟ مرا انتخاب کردن نی؟ متاسفانه که خبر بد دارم. چی میگین استاد؟ امکان نداره. استاد انتخاب شدن آمده ای تیم آرزویم بود.
صبر کن ناراحت نشو بچیم. ما به خودم خبرای بد دارم چون تو یک بازیکن حالی از دست میتونی. استاد شما چی میگین؟ از بازی تو خوششان آمده. دمی روزا میخواین امرت قرارداد کنن بچیم. تبریک باشه. خدا را 1000 بار شکر. خداوندا 1000 بار شکرت. خداوندا شکر. استاد بیا دو خوشم بیا. ما دیگه آرام باش مرا خود کشتی دیوانه چی میکنی؟ دوستا بالاخره ما کامیاب شدم. دخترم یک بار گوش کن. پدرم از بین نبردیم. من بیگناه هستم. دروغ گو. به چشمایم سل کرده و با بی‌حیایی گفت که بیگناست. کاش واقعا میمردی. چرا حالی در مقابل ما آمد؟ اما نه خیر. اجازه نمیدم. او خانم به خانوادیم یک قدمم نزدیک شده نمیتونه. من به نام او کدام مادر ندارم. او روزی که پدر من از بین برد از قلب ما رفت. بفرمایین ایره بنوشین. حسن تو برو. شما در مالتی زندگی میکردین؟ این نامه را شما نوشته کرده بودین نه؟ محمد بیا این نامه را به زندان مالاتیا روان کن بچه. ماشاءالله بچه بسیار صحتمند معلوم میشه. خداوند عمرش دراز بسازه. خب دیگه مریضی وجود داره، سلامتی وجود داره. معلوم نیست که کی چی وقت این دنیا را ترک کرده میره. چرا میپرسین؟ من چنار پایراز هستم. 20 سال قبل در مالاتیا در یک چایخانه کس شوهر ما به قتل رساند. در او وقت کس مرا دیده بوده آقا. ببینین در نامم نوشته کرده که من بیگناه هستم اما شاهدی داده نتونسته. صاحب او چایخانه گفت در او زمان کسی به نام خلیل در اونجا کار میکرد. او خلیل شماست نه؟ این نامه را شما نوشته کرده بودید؟ تو امروز هرگز سر من خم نساختین. با عزت و بابرو مرا بزرگ ساختین. ما بالای شما افتخار میکنم پدر جان. متاسفانه خلیل که دنبالش میکردین من هستم. متاسف هستم. کاش که میتونستم کمکتون کنم. نباید تو زنه ده اونجا تنابانم چون هیچ معلوم نیست چی خواد کرد.
تا وقتی که بالای سرش نباشم دلش آرام نمی باشه. انشالله از هتل نبرآمده باشه. معذرت میخوایم شما را ناراحت ساختم. من دیگه میرم آقا. لطفاً بشینین کم حالتتان خوب شوه باز برین. بله زهر. دا هتل هستی جانم؟ ما از خانه بیرون شدم. نه خیر در بازار هستم. هنوزم خلیل میپالم. چرا منتظر من نبودی چنار؟ من نگفتم که با هم میپالیمش؟ به هر صورت تو همونجا باش، من عاجل میایم. تمام مشکلات سر ما آمده میره. دیگه بیادر جان صبر یا از طرف ما باشه. تشکر. خداوند برکت بده. روز بخیر، خسته نباشین. خوش آمدین. چی میخواین؟ ببینین سبای بسیار خوبش آوردیم براتون 1 کیلو وزن کنم. نه خیر، ما به خاطر یک کار دیگه آمدیم. آقا قدیر اگه شما موافق باشین میخوایم امرایتون کم گپ بزنم. خیریت باشه، وقت دارم، بفرمایین آقا. من عمر یالماز هستم، وکیل خانمتان. خانم بهار میخواید دوای طلاق باز کن آقا قدیر. کار خوبی کرده. چی بگویم دیگه؟ بیازه بعد از او کارش اگه خودشی کار نمیکرد من حتما میکردم. ببینید هنوزم وقت نشده. خانم بهار میگه بیگناست. اگه با خانمتان اجازه بدین که بیگناهی خود ثابت بسازه، حقیقت به شما مشکار خود شد. با خاطر یک تهمت زندگیتان خراب نکنین. من زندگی خراب نمیکنم. او در حقم خیانت کرده. من خانم بسیار دوست داشتم. هیچ وقت در محبتم کدام کم بوده نبوده. اما ببین او امره و چی کرد. اگه خانمتان واقعا دوست می داشتین باید او را تا حالا خوبتر مشناختین. وقتی میگه بیگناستم باید به گپش باور کنین. دست شما واقعا دقیق خیانت کردین. با چشم دید خود باور کنم یا به گپای بهار؟ او آدم در خانه من چی کار داشت؟ خانم بهار میگه بسیار وقت میشه او آدم برش مزاحمت میکنه. او روزم مثل یک دوست در خانه داخل شده. شما فقط به خاطر این موضوع اصرار میکنین؟ مطمئن هستم بهار به شما دروغ گفته. کل چیز خودش جور کرده، من ایره میفهمم. مادرم به بهانه از خانه بیرون کرده و او بچه را داخل آورده. اگه خودم متوجه نمیشدم باز همین قسم بار فریب میداد. با این گپای شما نظر من هیچ وقت تغییر نمیکنه. خوش آمدی دمت. برات یک خبر بسیار عالی دارم. چی شده چتنها؟ چی شده؟ بیاز او اصرار کرده سرم خوردی و مشکل از خانه بیرون شدم. اگه تا تلفن میگفتی نمیشد؟ لطفاً بشید. تو چی اشتیا داری؟ من هیچ چیز نمیخوایم. عجله دارم. در خانه منتظرم هستن. هر چیزی میخوایی زودتر برام بگو. درست است. پس گوشایت باز کو و بشنو. من انتخاب شدم، در لیگ انتخاب شدم. با زودی قراردادم امضا میکنم. عشقم بعد از این مدت سوپر لیگ بازی میکنم. چی؟ جدی هستی جانم؟ یعنی تو با زودی پولدار میشی؟ بله همونطور است. خدا را شکر. بعد از این بسیار راحت خواهد شدم. من کامیاب شدم دمت، کامیاب شدم. تبریک باشه جانم. اما در قسم یک جای عادی تشریل نکنیم. بهتر از یک هتل شیک بریم. بیازو بعد از این پولدار هستی، از تو خود چیز کم نمیشه. قرارداد امضا میکنم بعد از اون میریم. وعده است. درست است. میشی دیگه نه؟ میشینم. گارسون پس بعد زودی پولدار میشی؟ البته جانم.
بله یکم خوب شدم. با اجازه تان من دیگه میرم. شما را از کار کشیدم، معذرت میخوایم. استغفرالله. خانم چنار. بله آقا خلیل. خانم بنا حق در زندان است بیادر. تو هیچ وجدان نداری از برای خدا؟ نه خیر، من با عذاب وجدان زندگی کردن نمیتونم. رفته همه چیز برش میگم. جزای کار را که کدی باید بپردازی. او زن مرده. او مرده؟ بله مرده. چند هفته قبل. خدای من خودش است. خلیل پیدا کرد. کاش براتان کمک کده میتونستم. کاش که. اما بجز همون نفر دیگه کسی برم کمک کرده نمیتونه. خوب میخوایم شماره ما برتان بدم. اگر خلیل پیدا کردین برم زنگ بزنین. درست است؟ درست است. خدا هستان راضی باشه. چنار چی شده؟ او کی بود که امروز گپ میزدی؟ چی رو برش دادی؟ اینه که چیزی برات گفت؟ شماره ما برش دادم، گفتم اگه خلیل پیدا کردی برم زنگ بزن. اگر من احساسات خود شدنم میتونین بهتر است که بیرون منتظر باشین ها. منظورتون چی است؟ من کاملا خوب هستم. شما درست هنوز مرا نشناختین آقا عمر. خسته نباشین. میخوایم آقا تایفونه ببینیم. اونجا 6 تا بچه. بسیار تشکر. یک بار قواری را ببین. واضح است که یک شخص ولگرد است. خانم اسما لطفاً چی وعده داده بودین؟ درست است. آرامی باشم، تو تشویش نکن. روز بخیر آقا تیفون. نام ما مریول ماز است. ما وکیل خانم بهار هستم. از شما چند سوال میپرسم. بهار؟ ما بهار خوب میشناسم. چی میخوایی؟ بپرس وکیل جان. چیزی را که خدا میفهمه از بنده چرا پنهان کنیم؟ شما ادامه کنین کوره خوب میشناسین اما خانم بهار قسم نمیگه. شما با اونا چندین بار مزاحمت کردین، حتی به صورت پنهانی با خانش رفتین و باعث شدین شوهرش بالای شک کنه. چرا دستی سر ساختین؟ دستی از کجا شده آقای وکیل؟ ای گپا دیگه از کجا شده؟ دازم ما پنهانی وارد خانش نشدیم. بهار با خواست خود مرا داخل بود. تو جرأت کردی؟ تو چه قسم یک آدم هستی؟ تو خجالت نمیکشی بالا یک خانم بیگناه تهمت میکنی؟ لطفاً آرام باش. لطفاً. بیا اینجا بشی. باز موفق نشدم زهر. هر قسمی که شده باشه پیداش میکنم. دیگه این قسم نمیتونم خود با اولادم بیگناه ثابت کنم. چنار لطفاً گریه نکن. اشکای تا پاکو حالا دیگه. اگر تا حال پیداش کردن نتونستیم حتما دلیل داشته. شاید تو آدم از اینجا رفته باشه یا مرده باشه. بهتر از دیگه او را نپالیم چنار. بنا حق قسم خدا جیگر خون میسازی. هرگز
هرگز منصرف نمیشم. تا آخرین نفسای میپالمش زحل. ای گارسون کجاست؟ ما سفارش داده پس میم، درست است؟ بله ترگوت، ما تباه شدیم. چنار خلیل پیدا کردم. چی؟ خب خلیل چی گفته؟ کل چیز برش گفته؟ خبر شده که کار ما بوده؟ نه خیر، برش چیز نگفته. چنار هنوز نمیفهمه که خلیل همون خلیل است، اما شماره تلفن خود برش داده و گفته اگه خبر شد برام احوال بده. ترگوت، اگه او آدم به وجدان خود تسلیم شده و همه چیز به چنار بگویه چی خود کردیم از این بلا؟ چه قسم نجات پیدا کنیم؟ من حال رفته دهنش بسته میکنم. وقتی پول ببینه با صدای وجدانش قطع میشه. در کجا زندگی میکنه؟ نزدیک چایخانه میدان. درست است. تو چنار گرفته به خانه برو. تا وقتی که موضوع حل نشده ازش دور نشو. بدونی که متوجه شود تلفنش هم خاموش کن تا همراه خلیل گپ زدن نتونه. ترگوت، چه قسم خانه ببرمش؟ سحر قیامت برپا خواهد کرد. امشب کلگی به محفل اپیکشون نمیره؟ این محفل فراموش کرده بودم. تو با خدایا در وقتی که این همه مشکلات داره محفل دیگه از کجا شد؟ به هر صورت سحر اگه به محفل بره باز چنار میتونه در خانه باشه. چی کنیم دیگه؟ چاره نداریم. خوب است جانه. تو چنار در اتاق ببر، برش بگو که از اونجا بیرون نشه. مام حاله به بازار میرم. خب دیگه با امید دیدار. با کدام رو اینجا آمدی؟ با کدام رو به خانه ما آمدی؟ گم شو، از اینجا گم شو، برو. خوشگلی دیگه در مقابل ما نیایی. ما بنا به تو کدام مادر نداری. روزی که جان پدر ما را گرفت خودشان مرد. در مورد چی گپ خود زدیم خانم کوکو؟ در این مورد که چطور پدر ما را از بین برد، همین که تو ما را یتیم ساخت. خدایا تو برم کمک کن. به اولادم بیگناهی خدا ثابت کنم. بعد از او اگه بمیرم هم غمی ندارم. کم آب بنوش که بهتر شوی. زنده باشی. تو چقدر فسستی. زندگی او خانم تباه کردی، در مقابل ما خدا بیگناه نشون میدی؟ خانم اسما لطفا نیت او پاک است. این قسم آدم ها را میشناسم. تو خدا چی فکر کردی؟ اگه بهار طلاق بگیره باز پیشی تو خواهد آمد؟ خواهر جان تام دیگه بسیار زود قهر میشی. برین لطفا در بین عاشقا دیگه مداخله نکنین، اگر نه خفت میسازم. هیچ مشکل نیست، تشویش نکن. آمادگی تقریبا تمام است. بله پیک، میشه بعدن گپ بزنیم، فعلا وقتش نیست. تو سر من تهمت میکنی؟ اونجا چی گپ است عمر؟ کی چیخ میزنه؟ نه که با هم دعوا میکنن. چیزی نیست، ما بعدن برات زنگ میزنم، درست است؟ صدقه جان با خود جنجال جور نکنی. چیز قابل تشویش نیست جانم. با محفل ناوقت نیایی، اگر نه خفه میشه. درست است، با امید دیدار. تلفن سرم قطع کرد. تو حساب کارای خود دادی. اگر فکر میکنی دمینجا تمام شد اشتباه میکنی. این کشور از خود قانون داره. جزای تمام کارای خود دیدی آدم پس. خانم اسما، این آدم بیشرف مچم خدا چی فکر کرده؟ خانم اسما آرام باش. خانم اسما چی گفت؟ برات نگفتم با من زنگ نزنم؟ به خاطر تو قدیر سرم خود فهمید. کمی آرام باش خاله فاطمه، اگه مهم نمی بود زنگ نمیزدم. گپم گوش کن. او عروس تارام نشسته و رفته به خود وکیل گرفته. آمده بود از من حساب میپرسید. کدام گپ به غلطی خود نگفتی نی؟ نه خیر، هیچ مشکل نیست، تشویش نکن. اما اینا پشت مرا با آسانی رها نخواد کردن. وقت رفتن گفتن دوباره میاییم. خب تمثیل کردن ما قدر آسان نیست. اگه میخوای از شهر عروست نجات پیدا کنی باید هر چیز زودتر جیبای مرا پره بسازی خاله فاطمه.
اوه چقدر مقبول شدی. وای در میتی خدا و روزی از نور چشمایم سوخت والله. مبالغه نکنین بیادر، فقط یک دریشی ساده است. درست است اما بسیار برات میزیبه، همین رام نگویم. زنده باشین، زنده باشین. بله بچیم. به خاطر محفل شب زنگ زدیم، فراموش نکردین اما تو نیست؟ فراموش نکردیم، کاملا آماده هستم. دیریشی را که روان کردی پوشیدم، نکتایام زدیم بچیم. پس خوشتان آمد ها؟ چطور خوشم نیوه بچیم، زنده باشی، به جیبت برکت. یاد داشتم خواندم. به هر صورت حال دهنم باز نکن، گیریم خود آمد عمر جان. قابلتان نداره پدر جان، هر کار کنم بازم کم است، هیچ وقت حقتان ادا کرده نمیتونم. عمر بچیم بس است، مبالغه نکن دیگه. حال دیگه ما هم حرکت میکنم، در اونجا باز میبینیم. درست است، منتظر هستم. درست است بچیم. با پدرتان بسیار صمیمی هستین. دوستای خوب، او همه چیزم است، بارزشترین دارایی زندگیم. چقدر عالی، بسیار از سعادتم آمد. مرگز پدر من ندیدی، وقتی خورد بودم او فوت کرد. متاسف هستم. زندگی سرتان باشه. مادرتان چی؟ بله او هم زنده نیست. خداحافظ. خداحافظ، فردا باز میبینیم خلیل. خداحافظتان، شبتان بخیر. عصر بخیر خلیل بیادر. خیریت باشه. نیک از دیدنم خوش نشدی یا که نشناختیم؟ ما ترگوت هستم. شناختم، تشویش نکن. چهره تا فراموش نکردیم. چی گپ است؟ چی میخوایی؟ بعد از اینقدر وقت آمدیم پیشت، آدم یک خوش آمدی خو میگه بیادر. به انسان خوش آمدید گفته میشه. هر کاری که داری بگو. چی میخوایی بگی؟ ما وقت ندارم. خوب میفهمی که چی میگم. لازم نیست با هم بازی کنیم. خیریت باشه. نیک از تنها گشتن میترسی؟ گپ تیر نکو خلیل. بعد از اینقدر سالا چرا توافق ما را از بین بردی؟ بگو نه؟ چرا تو باز به این شهر آمدی؟ از اینجا برو، مشکل جور نکو. ما و خلیل سابقا نیستم که میشناختی. راست میگی، بسیار پیر شدی. میتونم بگویم عجلت رسیده. گپ دراز نکو، هرچی میخوایی بگو. شنیدیم که با کارهای خطرناک دست میزنی. دیگه نبینم امرای چنار ملاقات کنی. نباید توافق ما را از بین ببری. اصل قضیه حال معلوم شد. او خانم را که فکر میکردین مرده حال زنده برآمد و حال شما خود در خطر احساس میکنین. تو برم نگفتی که چنار در زندان مرده؟ ها؟ تو خانم زحل چرا برم دروغ گفتین؟ به خاطر که گپ نزنم این کار کردین؟ اگه پول عملیات بچه نمیدادم آلو زنده نبود. به خاطر که دهنت بسته کنی زندگی بچه نجات دادم. او وقت تو بسیار خوشحال بودی. حال حساب چی را از من میپرسی؟ ما فقط از خود حساب میپرسم آقا ترگوت و میخوای میدین از گردنم خلاص کنم. تو فقط از من قرض دارسی آقا خلیل، جان بچه جا. بله راست میگی. پس یا که دست حساب کنیم دیگه. بیا ها هلا دیگه ببینم چی از دست میاد. سر ما چیغ نزن. دهنت بسته کو. فهمیدی احمق؟ گفتم فهمیدی؟ اگه بچه نار یک کلمه بگویی، فقط یک کلمه بگویی باز وقت هرچی از دست میاد انجام بده. ما از کسا نمیترسم، اما تا وقتی که دین خودم مقابل خانم چنار ادا نکنم از دنیا خود رفتم.
از تو نمیترسم فهمیدی؟ چی گپ از بیادر اینجا جنگل خونه است؟ او را در جای در منطقه خودش میخوایی بزنیش؟ گم شو برو احمق، گم شو برو. بعد از هیچ کسی مرا خاموش ساخته نمیتونه. قصه تو هم افتاد. از اینجا برین بچه، اگر نه با پلیس زنگ میزنم. درست است خلیل. خوب بفهم که چی میگم. این قضیه در اینجا بسته نمیشه. باز خواد دیدیم. خوب فکر کن، کارهای بیعقلی انجام ندی. لطفاً از من ناراحت نشو. میفهمم به خاطر من بسیار به زحمت شدی زحل. کار بارو رها کده همراه من در پلیدن خلیل کمک میکنی. ای چی معنی دارد چنار؟ تا امروز از من کدام شکایت شنیدی که قسم میگی خواهر جان؟ به خاطر که قلبم نشکنه بریم چیزی نمیگی. اما من تو را میشناسم. خداوند ازت راضی باشه. حقت برم ببخش زحل. قسم نگو. ما چی کردیم چنار جان بگو. باز ما خواهر تو از مرچی که از دستم بیاید دریغ نمی کنم. چنار بالایت قهر خواد شدم. حالا دیگه قسم گپا نگو. جگر خون نباش. چی کنم زحل؟ تا که خلیل پیدا نکنم بیگناهی خود به اولادم ثابت ساخته نمیتونم. اگر نیده تمام عمر از من نفرت میکند. جانم بیازو هر چی میتونی انجام میدی. باقیش کار خداوند است. به هر صورت من دیگه میرم. تو هم خانه برو. بیازو تمام روز همراه من بودی. نه خیر قسم نمیشه. من تو را در این حالت در هتل مانده نمیتونم. خانه رفتن نمیتونم زحل. گپای سحر خوشونیدی. گفت اگه تو در اونجا باشی باز من میرم. امشب همه به خاطر یک محفل بیرون میرن. در خانه کسی نمی باشه. سحر هم میره؟ البته دیگه. اما بازم باید احتیاط کنیم. با تو یک جای مناسب آماده کردیم. بیازو همه چیز آماده است. بسیار راحت است. مطمئن هستی زحل؟ نمیخوایم به خاطر من همراه سحر روابطت خراب شوه. تو تشویش نکو خواهر جان. من حالا به دفتر میرم. ترگوت منتظرم است. اگه تو رام برسانیم باز بسیار وقت میشه. من برات کلیدای خانه را میتم. اول همه جا را خوب بیبی باز داخل شد. درست است؟ درست است. تشویش نکن. زنده باشی. اگه تو نمی بودی باز ما چی میکردم؟ بازم بسیار تشکر. قابلش نیست. اما تا تاریک شدن هوا منتظر باش. درست است؟ سحرم تا وقت از خانه میبرایم. درست است. تشویش نکن. قربانت شام. چناری بار از گپایم سر پیچی نکو. تا وقتی که پس نامدیم کوشش کو از اونجا بیرون نشی. ما کار نمیکنم که با درد سر بفتی. درباره ما تشویش نکن. خودت میفهمی. این کار به خاطر خوبی همه ماست. کم دقت کو چنار جان. بس است دیگه درو. سر من به درد آوردی. جان مادر سرم درد میکنه. از این خاطر گفتم. بله بسیار خوب. خب وقتتان خوش. بعدن میبینیم. کجا بودی عمر؟ همه که درباره تو میپرسن. درست است. آمدم دیگه. حالا خوش آمدین. خوش آمدین. خوش آمدین. بله اسما. کجاستن سحر؟ تا حالا نبرامدین؟ آماده شدیم حالی میاییم. راستش اسما هیچ دلم نمیشه که اونجا بیایم. که بیایم چی کنیم جانم؟ خواهر لطفاً چطور میتونی کار کنی؟ مرا میخوای اینجا تنها بونی؟ درست است.
چیزی نگفتیم. میایم. منتظرت هستم. عجله کو دیگه. درست است. مادر بیاین دیگه. آمدم دخترم. خوش آمدین. مزد میخوایم. پدر جان. پدر جان بسیار مقبول شدین. از برکت تو است. خوش آمدین. چطور هستین؟ زنده باشین. تشکر. بفرمایین پدر جان. قربان. بفرمایین. بفرمایین. خدایا صدای ما بشنو. برم کمک که سهر سرم باور کنه. اولادم ازم روی گشتاندن. حداقل یک بار خو گپای ما گوش کنه. کجاستی ترگوت جانی؟ عکست میشه که اینجا منتظرت هستم. با هم دیگه زحل. بیا از او حیران مانده بودم کجا برام. چی کردی؟ امرای خلیل گپ زدی؟ گپ زدن اخو گپ زدم. خلیل و خلیل سابق نیست. او بسیار تغییر کرده. خیرت باشه ترگوت. ای گپا چی من نمیتم. فکر نکنم با آسانی بتونم مانع او شم. زحل اصرار داشت که بچه نار همه چیزا میگم. هر کاری کردم منصرف نشد. او دیگه حتی از من نمیترسه. تو چی میگی ترگوت؟ حالا چی خواد کردیم؟ اگه خلیل بچه نار همه چیزا بگویم ما تبا میشیم. نمیفهمم زحل. فعلا مغزم هیچ کار نمیکنه. مغزم بیخی جا مانده زحل. درست از زندگی. ناراحت نباش. تو راهش پیدا خواد کردی. دیگه چاره ندارم زحل. به هر قیمت یک شده باید خلیل خاموش بسازم. وقت خواد شد. تاکسی هم نیست. پیاز وقت ضرورت باشه تاکسی پیدا نمیشه. حالا دیگه باید داخل بریم ترگوت. همگی منتظر ماست. بعد است. میفهمم زحل. منتظر زنگ فرات هستم. درست است جانم. زنگ. بله. چی کردین فرات؟ خلیل پیدا کرده تانستین؟ بعد از اینکه تو رو رساندیم پس رفتیم اما در دکانش نبود. حتما کار داشته. زود برآمده بود. اوف. از اونجا دور نشین فرات. اگه لازم شد تا صبح اونجا باشین. باید از هر قدمش با خبر باشیم. فهمیدین؟ آدرس خانه، شماره تلفن، همه چیزش پیدا کنین. درست است بیادر. درست از زندگی آرام باش. آرام بودن نمیتونم زحل. تا وقتی مطمئن نشم که خلیل چیزی نمیگه دلم راحت نمیشه. میفهمم جانم. افرادت پیداش میکنن. تشویش نکن. مطمئن هستم فردا صبحی موضوع حل خواهد شد. درست است. بریم دیگه. بی از او بجز منتظر بودن چاره دیگه نداریم. بله تشکر میکنم. بسیار معذرت میخوایم آقا. خیر باشه کمی متوجه باشید. کدام گپ نیست. صبر کن پدر جان صبر کن. خیر. درسته. افک ما با تشناب میریم. بیایید پدر جان. خواهر خوش آمدی. خوش آمدی یاسنا جان. بفرمایید بیاین. چی است؟ چی میخوایی؟ درست گپ بزن سحر. با بردن تو آمدیم. حالا خانه میریم. به خاطر چی آمده باشم؟ کدام خانه ارجمند؟ خانه هم باقی مانده.
از برکتت به جهنم ما بدل شده. بیبی به خوبی برات میگم بیا که با هم خانه بریم. درست است؟ اعصابم خراب نکن. تو برو، من نمیایم. تو با کی مینازی؟ ها؟ همو بیادر بیکاره تیگه پار یادت داده؟ ها یا او از ما که فکر میکنه وکیل شده؟ ها؟ چرا؟ من خودم عقل ندارم. حتما باید کسی برام یاد بده. سحر گپ دراز نکو، بیا که خانه بریم. درست است. ما دخترم گرفتم میبرم. همه تو نیست دخترکم؟ همراه پدرت میری؟ دخترم پدر خدا تنها نمیمونه. بیا حالا بیا. نه خیر، دخترم برات نمیتم. راستی؟ اما ما پدرش هستم. دستتا پس کو، کار نکو که انگشتای تا بشکنان. دختر من رها کن. پس شو، الهش کو. گفتم با ما بتش. دختر من رها کن. بسیار بد شد پدر. آی خدا، لکش خوب پاک نشده. مهم نیست دخترم. با اجازه تان ما هم دیگه میریم طرف خانه. شما را دیدم دیگه. این امکان داره پدر جان، از شما درست پذیرایی کردن نتونستیم. او من راست میگه، لطفاً چند دقیقه باشین. همه قدر کافی است دخترم. باز دوباره خود دیدیم. پدر جان موضوع روز جداست، امروز جدا. لطفاً دل ما را نشکنانین. بچه ما دیگه زایل شدیم. همه قدر برم کفایت میکنه. حالا دیگه با اجازه تان. خداوند شما را همیشه خوش داشته باشه. زنده باشین پدر جان. خداوند از شما راضی باشه. از تو هم بچه. فعلا با اجازه تان من میرم. پدر جان خلیل؟ ترگت، خلیل اینجا. سهر برات بد میشه. دستتا پس کو. گفتم رهاش کن. کمک کنین. کمک کنین. الهکو دختر من. گفتم برای ما بته دختر ما. کسی نیست. الهش کو. این صدای سهر است. سهر. خواهر خوب هستی؟ صبر کن. سهر کمک کنین. کمک کنین. کسی هست. دستتا پس کو. پس کو دستتا. الهش کو. دور باش. الهکو دخترم. دور باش. به این دست نزن. چی گپ است خواهر؟ تو کی هستی؟ دخترم البته. گفتم دور باش. اگر نه هیچ خوب نمیشه. تو مریض هستی ها؟ دختر از ماست. و تو چی؟ از اینجا برو گم شو. به این دست زدن نمیتونی. مرا بیبی خوب گوش کن. اگر کوشش کنی به اینا ضرر برسانی با سرت رحم نمیکنم. او در اینجا چی کار داره ترگت؟ نمیفهمم زحل. صبر کن حال خاطر میدیم. خواهر خوشحال هستم. یگان چیز بخوریم دیگه نه؟ زنده باشی جانم. ما خوردیم. از تو یک گپم میپرسیدم. او کسی که همراهش همیال خدافزی کردین فکر میکنم جای دیدیم شما با یادم خلیل نامد. میگی؟ گفتی خلیل؟ بله او پدر عمر است. معذرت میخوایم فراموش کردم که شما را معرفی بسازم. درست است جانم، مهم نیست. عجله نداریم، بیازم معرفی خواد شدیم. اپک یک بار اینجا بیا. ما پس میم خواهر جان. شنیدی ترگت جان؟ خلیل پدر عمر است. شنیدم. حال فهمیدم که دهن خلیل چه قسم بسته کنیم. کل چیز جور شد. او عمر کوچک وکیل شده. ببینه کور از خدا یک چشم میخواست.
خداوندم برش دو چشم داد. زنده باشین. بیبی اگر جانتا دوست داری از سر رایم پس شو. یکیش خانمم از دیگهشم دخترم. تو دیگه کی هستی؟ او طرف شو. از اینجا گم شو. با اینا نزدیک شده نمیتونی. تو ایره به کس و کوی فکر کردی؟ از اینجا گم شو. دختر مرا راحت باد. تو عقلتا از دست دادی خانم. از اینجا برو. گم شو. نزدیک نیایی. از دستم افگار خواد شدی خانم سحر. گفتم برو. از اینجا برو. اگه میخوایی ایره بگیری اول جان مرا بگی. هرگز برد نمیکنم. پس تو راست ها؟ حالا که جانت ارزش نداره ما هم ازت میگیرمش. Yazık ki şimdi ayrıldık. Özledim seni. Geçer sanmıştım. Aylar geçti, unutmadım seni. Gözyaşlarım hiç değmesin kurumuş toprağıma. Seni üzmek